دوستان عزیزم سلام عرض میکنم، درود میفرستم. خیلی سریع میخوام یک گره این وسط تعریف کنم، بعد زیر 1 دقیقه باشه که بتونم به عنوان فیلم کوتاه ازش استفاده کنم. آقا نزدیک خونه ما یک رستوران هست، رستوران چینی که والا ویتنامی هم شاید باشه، نمیدونم، چینیه فکر کنم، که خیلی محبوب و معروف هم هست. همیشه من از جلوش که رد میشم میبینم پاره. آقا ما 2 3 روز بود میرفتیم، میرسیم به یک علامت که این زده به سقف که پشت پنجرهش، و واقعا هم به صورت زشتی زده. این مغازه‌ای که محبوبه دیگه نباید هم چیزی با اینجور چسبه. آقا ما دیگه خیلی ناراحت بودیم، گفتیم بعد بریم این چی نوشته، به چینی هم فقط نوشته، چینی نوشته. آقا ما نمیفهم، یک عکس ازش گرفتیم، حالا اگه دوربین موبایلم اندروید بود میتونم اونجا چیز در گوگل لنز در میتونی فوری بگیر اون تابلوها رو اصلا ترجمه میکنه. آقا ما اینو گرفتیم آوردیم تو خونه، گفتیم این چی نوشته، فقط به چینی نوشته که هیچکی نفهمه، تو وین که زبان آلمانیه و این چینی نوشته زده پشت درش. الان 4 5 روز است که من میبینم، قبلش هم شاید بوده. آقا ما عکس اینو گرفتیم اومدیم رفتیم تو برنامه گوگل ترنسلیت. گوگل ترنسلیت که میرین اونجا یه قسمت داره، مثلا یا میتونید تکست رو بدین، یا میتونید عکس رو بدین، یا میتونید تمام هوم پیج رو بدین. خلاصه خیلی چیز، همه چیزا میتونید. بیلدر اینجا نوشته، من زدم بیلدر، عکس دادم بهش و میتونی این عکس که مثلا من از اون مغازه گرفته بودم دادم به واتساپ، بعد اونجا رفتم کپی کردم، یعنی که دانلود کپی کردم تو حافظه، بعد این از تو حافظه میتونه اینو ترجمه کنه. آقا ما زدیم تو حافظه یه چیز گوگل، گفتیم ترجمه کن، ترجمه کرد. ببینید چی زده پشت ویترینش، ترجمه چی شد آقا؟ این در اومد. رو ببینین چه جالب، استخدام گارسون به خارجی میرسه. چون تو رستوران چینی شما هیچ وقت ایرانی و آفریقایی و نمیدونم فلان نمی، همه چینی هن. خودشون بعد بدن چه گند کسافتی اونجا میدن خودشون بده. بعدم اون نوشته که هیچ وقت هیچ خارجی دیگه نره چیز کنه. اصلا شما تو هیچ رستوران دیگه هم چینی نمیبینی بیاد رستوران دیگه غذا بخوره، تو رستوران خودشون هم نمیبینی. ولی مثلا شما ایرانی تو همه رستوران ها میبینی، نمیدونم حتی عربا رو تو رستوران ایرانی، رستوران چینی اینا. ولی این چینی ها رو شما هیچ وقت هیچ رستوران نمیبینی بیان غذا بخورن. تو رستوران هاشم هیچ وقت هیچ کس دیگر نمیبینی غیر از چینی. خلاصه گفتم اینا جریان ما که این کنجکاوی ما نگاه کنیم، آها این نوشته استخدام و گارسون. اینم از ویدیو امروزمون دوستان. بسیار متشکرم که تماشا کردین عزیزان. از منطقه نوزرویان مزاحمتون شدم. تا ویدیو بعدی همه شما عزیزان و دل رو به خداوند جان و خرد می سپارم. روز و روزگار خوش.